سلام دوستان عزیز، وقتتون به خیر و خوشی و سلامتی. امیدوارم که همیشه شاد و سرحال باشید. یه هفته تأخیر داشتم برای گذاشتن ویدیو. واقعیتش خب یکم سرم شلوغه، کلاسامون فشرده است و دلیل اینکه کلاسامون خصوصی برگزار میکنیم بگم. ببینید اولا چرا و این کلاسا برای چی لازمه. اگر ما منتور درست حسابی نداشته باشیم توی بازارهای مالی تا حدودی سردرگمیم. اینو من خودم شخصا تجربه کردم. تا زمانی که منتورینگ شرکت نکردم، تا زمانی که هزینه برای منتورینگ خودم نکردم، ارزش قائل نشدم برای شغل خودم، واقعا به نتیجه و سود مستمر نرسیدم. نتیجه خوب بازار مالی چیه؟ اینکه بتونی هر روز یه سود مستمری از بازار مالی در بیاری. این بازار به قول استاد ما خیلی بخشنده است، خیلی مهربونه، اما برای کسی که واقعا قوانینشو بدونه، بهش احترام بذاره و طبق قوانینش جلو بره. شما با داشتن یه منتور به راحتی میتونید، البته منتور، هر منتوری خب به کار نمیاد. برای انتخاب منتور و مربی و کسی که خودش این کار است و خودش میتونه تریدر باشه، اصلا مهم نیست که از یه لحاظایی که شما چه جور منتوری انتخاب میکنید، کسی باشه که روشش قبول داشته باشین. مثلا ما یه مشکلاتی داریم، خیلی از بچه‌ای که الان میان، این توضیح هم بدم فراموش نکنم که چرا ما اصلا خصوصی برگزار میکنیم منتورینگامونو. یکی از مشکلاتی که ما در خیلی از منتورینگا داریم اینه که تعداد زیادی، حالا 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا 1000 تا دانشجو یه جا توی یه مرحله یه قوانینی بهشون گفته میشه، میگن این قوانین رو برین شروع کنین تمرین و انجام دادن. شخصیت هر نفر، هر آدم به نظر من متفاوت با نفر بعدیه. قطعا اینو شما تایید میکنید. پس شخصیت تریدری هر شخصی هم میتونه متفاوت با شخص دیگه باشه. به این دلیله که ما منتورینگمون خصوصی برگزار میشه برای هر شخصی جدا. چرا؟ یک دلیل مهمش اینه که هر کسی یه نوع هوش داره، هر کسی یه نوع سلیقه داره، هر کسی یه سبکی ها میپسنده، هر کسی یه نوع چکلیست ها میپسنده. پس ما برای اینکه برای هر شخصیت تریدری بتونیم ارزش قائل بشیم و پیداش بکنیم، کمک بکنیم اون شخصیت تریدری دانشجو پیدا بشه، کمکش میکنیم که این کارا انجام بده و به نتیجه برسونیم. یعنی به یه چکلیستی که به شخصیت طرف بخوره. و دومین مرحله اینه که تایم کاری اون شخص چیه. یکی از فول تایم، یکی از کارمند، یکی از شیفتی کار میکنه، یکی کارگره، یکی اسنپ کار میکنه. ما همه جور دانشجویی داریم. یکی از اصلا بازنشسته است. ببینید تایما مختلفه. پس چه تایمی اون شخص کار میکنه مهمه که اون جلسات رو با اون شخص هماهنگ بکنیم و سعی کنیم توی اون تایمی که طرف دانشجو آرامش بهتری داره و تایم بهتری داره برای یادگیری، اون تایم قرار بدیم. این یه مسئله. یه مسئله دیگه که خیلی خیلی از همه اینا مهمتره، روانشناسی اون شخصه. ما به شخص خصوصی با اون نفر گفتگو که میکنیم، هم از نظر پرایس اکشنی، هم از نظر اندیکاتوری، هم از نظر تکنیکالی بررسیش میکنیم و هم از نظر روانشناسی. من روانشناس نیستم قاعدتا، اینو همتون میدونید، اما تجاربی که تو این کار به دست آوردم میتونم بگم تا حدودی شناخت دارم رو بچه ها و میتونم تشخیص بدم که برای هر شخصی چه نوع روانشناسی استفاده بشه که بتونه نتیجه بهتری بده. این توضیحات راجع به کلاس‌های خصوصی بود که چرا ما کلاسامون و جلساتمون خصوصی برگزار میشه و چرا ما واقعا احتیاج به منتور داریم. تا زمانی که شما یه منتور خوب نداشته باشید، تجربیاتش رو بتونه انتقال بده، نه که موفق نمیشید، خیلی دیرتر امکان داره موفق بشه. شما وقتی مثلا یه منتور بیاد بهتون بگه این خط روندی که اینجا داریم میکشین آیا درسته یا غلطه، این 1 2 3 که اینجا میخوایم بگیرین آیا درسته یا غلطه، اشکالاتتون رو بهتون بگه، از نظر
تکنیکالی تا حدود جلو میافتیم. ما مدیریت سرمایه را داخل تکنیکالمون و چک لیستامون ارائه میدیم و روانشناسی هم که با هم کار میکنیم، یعنی هفته به هفته ما جلساتی که داریم چک کردن مسائل روانشناسی همدیگه هم هست. با دوستانه کار میکنیم و نتیجه انشالله اینجوری بهتر خواهد بود. خب حالا از اینکه بگذریم، میخوام دید نرمال در چارت براتون تا حدی روشن بکنم، چون خیلی از بچه‌ها تو جلسات خصوصی هم این مشکل دارن، بهشون گوشزد میکنم، اما خیلی از دوستان دیگه همین سوالو داشتن. ببینید ما دید نرمالی که مثلا اینجا ما در تایم 15 دقیقه یورو هستم، میخوام پرایس اکشن ما اینجا کار بکنم، چطور بفهمم دید نرمال من مثلا اینجا توی این قسمت که اومدم آیا این درسته، اینو بگیرم، مثلا بیام اینجا حتی این یک کندلی که اومده رفته بالا رو بگیرم، این درسته، یا اینکه نه بیام بگم با یه رنگ دیگه بکشم که متفاوت باشه، بگم نه من از اینجا رفته بالا اومده پایین، رفته بالا و کاملا ریخته پایین، اینطوری نگاه بکنم، این درستره یا اون، این دید درستره یا اون دید. یعنی اگر بخوام دید ریز بکشم، باز این یکی رو میتونم حتی این یک کندلم یه های ببینم، اینجا رو یه های ببینم و این کاملا ریخته اومده پایین، باز این لویی که اینجا زده رو بتونم در نظر بگیرم کدوم دید درسته. برای اینکه ما بتونیم دید درستمون رو اعمال بکنیم، باید یه متراژ داشته باشیم. خیلی از بچه‌ها این متراژشون براشون مشخص نیست. بعضی از اوقات مثلا میان زوم چارت تا به این بزرگی میگیرن و بعد دیدشون رو اعمال میکنن. من بهترین زومی که به همه بچه‌ها میگم اعمال بکنه اینه که تا آخر ببندید زوم چارت تا، بعد دو تا مثبت بزنید روش. این حسنی که داره، هم کندلا دیده میشن، حالا کسایی که میله‌ای کار میکنن باز رنگش متفاوته، و هم کندلا دیده میشن، هم هایولویی که ما داریم متعادلتر دیده میشه. اگر ما درشترش بکنیم خیلی تقریبا یه روز از دست میدیم، یعنی خیلی محدودتر میشه. اگر بخوایم ریزترش بکنیم خیلی دیدمون شاید نرمال بشه، یعنی از اینجا تا اینجا رو من یه های بگیرم دیگه این هایولو برای من مهم نباشه، در صورتی که خیلی از اوقات بازار میاد به همین هایولوها واکنش نشون میده. پس به نظر من این یه چیز شخصی ها، کاملا شخصیه، ولی نظر من اینه که این دید از همه بهتره. حالا متراژی که میتونیم داشته باشیم، یکیش مووینگان. من این مووینگ 240 منه، این مووینگ 60 منه، عرض به خدمتون این مووینگ 30 و این مووینگ 15 منه. هر کدوم از اینا میتونن با مکدیای خودشون متناسب باشن. یعنی مثلا من وقتی این مکدی ها میخوام مقایسه بکنم، میگم مکدی 4 برابر من هر جا قیمت خط مووینگ 240 منو قطع میکنه رو به پایین، جاییه که مکدی من تغییر فاز میده. حالا جایی که مثلا مووینگ مکدی دیفالت من تغییر فاز داره میده، جایی که اینجا که تغییر فاز داده جاییه که قیمت اومده مووینگ 60 منو شکسته رفته پایین و همینطور الی آخر. این مکدی نصف من با مووینگ 30 و مکدی 1/4 دیفالت من با این مووینگ کوچیکه من که 15 و خطچین قرمز است با هم متناسبن. یعنی هر جای قیمت میره بالای این مووینگ، این مکدی باید رفته باشه بالای 0 و هر جا میاد زیر مووینگ قرمز من این خطچینه، این باید زیر 0 باشه. و اگر این اتفاق نیفته، خودش یه عدم تناسبی که قابل استفاده است و ما استفاده هایی داریم ازش برای ترید. یکیش حالا یه نمونهش اینه که من مووینگ 60 وقتی شکست اومد پایین مثل اینجا و این تغییر فاز داد، اولین عدم تناسبا رو میتونم ترید بکنم. البته پرایس اکشن ملاک برا من و چیزای دیگه. حالا ما این عدم تناسب هم در جهت پرایس اکشنمون میتونیم استفاده های خیلی خیلی عالی ازش بکنیم و سودای خیلی خوبی از مارکت بگیریم، ولی در جهت پرایس اکشن. پس یه متراژ ما میتونه مووینگ باشه. یعنی چی؟ من بیام مووینگ رو بذارم برای خودم متراژ. اگر قیمت زیر مووینگ 240 منه، اگر میخوام یه همچین بایی بگیرم، باید بدونم خلاف جهت روند تایم بالام دارم عمل میکنم. یعنی تو هر تایمی که هستم مووینگ 240 من تایم بالا رو داره به نشون میده. اگر زیر این قسمت هستم، پس میدونم اگر میخوام بای بگیرم
خلاف جهت روند دارم ترید میکنم. حواسم به این نکته باید باشه. اگر نه مثلا بیام به عنوان مووینگ 60 مبنامو قرار بدم، خب مووینگ 60 من اینجا توی این منطقه قیمت باز اومده زیر مووینگ 60، یعنی این جاهایی که اینجا قیمت هم زیر مووینگ 240 منه که این رنگه و هم زیر مووینگ 60 منه که این رنگ صورتیه و پرتغالی است، پس میدونم بازار نزولیه. اگر خواستم بای بگیرم باز باید بدونم خلاف جهت دارم ترید میکنم و حواسم به این قضیه و گام های حرکتیم باشه که تا کجا میتونم ترید انجام بدم. ما میدونیم که گام های حرکتی ها توی ویدیوهای قبلی هم یه توضیحاتی دادم، حالا لینکش هم این بالا قرار میدم، اگر ندیدید برید اونو ببینید. توی گام های حرکتی که بدونیم کجای پرایس اکشن هستیم و در چه قسمتی از چارت هستیم، روندمون نزولی یا صعودیه، و این نوع متراژ میتونه کمکمون بکنه که راحت تر بتونیم ترید بکنیم. حالا ما میخوایم استفاده بکنیم متراژ داشته باشیم، یعنی بدونیم که دید نرمالمون رو چطور انتخاب بکنیم. خیلی کمک میکنه زمانی که شما این مووینگ 60 تون اینجا داره میریزه پایین، اگر یه اصلاحی توی مووینگ مثلا 1/4 دیفالت، ما گفتیم مووینگ 60 مون مووینگ لول 0 مکدی دیفالتمونه، پس این میشه مکدی 1/4 من که اینجا داره عمل میکنه. هر جایی که مکدی 1/4 یا همین مووینگ من اومد اصلاح کرد رو به بالا، من میتونم بگم اینجا یه اصلاح رخ داده، یعنی هایولو ما بر اساس اینا تعیین بکنم. من یه هایولوی نرمال دارم که اومده ریخته پایین، اومده اینجا یه پول بک زده. خب این برای متراژی که من دارم روی مووینگ. متراژی که روی برای اصلاح ها میخوام بگیرم، میاد جاهایی که این کوچولوه میاد اصلاح میکنه. یعنی چی؟ یعنی انگار مکدی 1/4 من اومده اینجا به من یه هیدن داده. پس اینطوری میتونیم بگیم اگر مووینگ من مثلا این حالته، مووینگ 60 من که الان اینجا این حالت داره میاد پایین، هر جایی که یه اصلاح کوچولو کرد مثل اینجا مثل اینجا، اصلاح نیومده که مثلا بیاد های قبلا بزنه، یعنی مثل این نیومده اینطوری کامل بیاد بالا که یه های بزنه، یه اصلاح کوچولو تقریبا فلت شده، حالت فلت میشه. اگر یه همچین اتفاقی افتاد، بهترین کاری که میتونیم بکنیم بیایم از مووینگ کوچیکمون استفاده بکنیم و آیا مووینگ کوچیک اینجا به من ورود میده. اگر نمیتونید اینو با مووینگا کار بکنید، میتونید برید سراغ مکدیا. این یه نوع دیده که از طریق مووینگا میتونیم اعمال بکنیم. و اما دید بعدی که از طریق عرض به خدمتتون مکدیا میخوایم اعمال بکنیم. ما یه متراژ داریم برای مووینگا گفتیم، حالا از طریق مکدی. من مکدی 4 برابرم، یه های اینجا دارم اومده یه لو اینجا زده رفته بالا. یعنی چی؟ یعنی اینجا یه های دارم اومده اینجا یه لو زده و بعد رفته بالا. خود این قسمت میتونه یه های باشه برا من، ولی اگر قرار باشه از دید نرمال استفاده بکنم، هنوز توی های هست، توی لو هستم، پس نمیتونه خیلی دید خوبی به من بده. میام از مکدی دیفالت استفاده میکنم که همون مووینگ 60 منه. دید مووینگ 60 من به من چی میگه؟ یا مکدی دیفالت میگه آخرین هایی که داشتم اینجا بوده، پایین ترین لو من اینجا بوده، بالاترین های من میشه اینجا توی مکدی، پس متناسبش میکنم، میام اینجا، این میشه هایولوی نرمال من با مکدی دیفالت. حالا اینو میخوام ببرمش بالا، آیا اینجا برای من هایه؟ نه. چرا؟ چون نیومده بالای 0، باید بیاد بالای 0. پس بهترین های برای من انتخابش اینجا. چرا؟ چون تغییر فاز اینجا فقط ما میبینیم. اینجا دوباره یه تغییر فاز، باز اینجا یه تغییر فاز، اینجا یه تغییر فاز، اینجا یه تغییر فاز. چون تغییر فاز قبلش ما تغییر فاز نداشتیم، میتونیم مستقیم اینو وصل کنیم به این. حالا متناسبش میکنیم، میگیم این های به این لو، این لو به این های، همینطوری الی آخر. یعنی این دید نرمال ما میشه و متراژ ما میشه برای چی؟ دیدن اون هایولوی نرمال. چیزی که ما اینجا از مکدی دیفالت میتونیم بگیریم اینه، یعنی دید نرمال ما میشه این. حالا این هنوز اینجا توی هایه، پس اینجا میتونه برای من چون خط سیگنالش جدا شده یه های باشه. این لو هنوز نزده، یعنی تغییر فازی نداده. حالا هر جا تغییر فاز داد میتونه های من
اونجا باشه. پس این نوع دید میتونه یه دید کلی و نرمال باشه. حالا من میخوام اینو اصلاحش بکنم. یعنی چی؟ اصلاح که نه، میخوام ریزش بکنم، برم توی این هایی که ریخته اومده پایین و یه لو زده از نظر مکدی، من میتونم اینم بگیرم، اینم خودش یه های لو بگیرم، ولی اگر بخوام مکدی دیفالت استفاده بکنم متراژ من میشه این، دیگه نمیتونم از این های لو استفاده بکنم. حالا اگر بخوام این قسمت رو من ترید بکنم باید چی کار بکنم؟ میتونم از مکدی های کوچیکتر استفاده بکنم. مثلا میام از مکدی 1/2 دیفالت یا مکدی 1/4 استفاده میکنم. اینطوری ریز میشم، مثل همون چیزی که برای توی مووینگ ها توضیح دادم. یعنی باز دوباره اینجا من یه لو دارم، های لو های لو. این چیزی که اینجا داریم میبینیم توی مکدی 1/4 همین چیزی که توی مووینگ دیده میشه، ولی بعضیا توی مووینگ نمیتونن خوب تشریح یا تسلط ندارن به هر دلیلی، میتونن از مکدی که متناسب اینه، خیلی دقیق نیست، با استوک دقیق تره، با امینو افتی دقیق تره، ولی ما اینطوری میتونیم تمرینش رو انجام بدیم و دیدمون رو به سمت دید نرمال ببریم. الان من اونجا یه های داشتم اومده یه لو زده رفته بالا توی مکدی دیفالتم، حالا میخوام اصلاحاشو بگیرم. اصلاح میشه چی؟ متناسبش میکنم. اینجا میشه های، دوباره میاد اینجا میشه یه لو، میاد اینجا های، یعنی متناسب با مکدی 1/4 هم دارم های و لوها رو انتخاب میکنم. چه کمکی به من میتونه بکنه؟ دقیقاً جاهایی که اصلاح انجام میده ما اینجا میدونیم که یه لو داره میریزه میاد پایین، یعنی همه زیر مووینگ 240 منه، زیر مووینگ 60 منه، زیر مووینگ 30 منه، قیمت داره این کار انجام میده. و هر جایی که یه های زد زیر اینجا، من میتونم با استفاده از پرایس اکشنم که اینجا حمایت مقاومت هامو دارم دیگه، از اینجا استفاده بکنم، هیدن گیری بکنم و این مناطقا به سمت پایین، یعنی در جهت روند ترید بکنم. حالا تک تایم هم که نمیخوایم ما ترید بکنیم، هرچند میتونیم تک تایم هم، چک لیست تک تایم من دارم به بچهای دانشجوهای خودم دادم، باش کار میکنن، بالای 70% 80% تک تایم داریم کار میکنیم. اما برای اینکه دیدمون رو فراکتالی بکنیم، قسمت هایی که این هیدن هست ما مثلا برمی داریم میریم تایم پایین و این قسمت رو در تایم پایین خط روندش رو میکشیم و از اینجا شروع میکنیم به ورود به پوزیشن. این توضیحات راجع به دید نرمال بود که البته خب خیلی باید کار بکنین، تجربه پیدا بکنین تا این دید نرمال رو بتونید راحت تر به چارت ارائه بدین. این ارائه بکنید یا اعمال بکنید بهتره بگم. برای کسایی که مبتدی هستن یا توی پرایس کار میکنن یا از نظر فراکتالی دید ضعیفی دارن، این ویدیو تهیه شد، امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. اگر مشکلی هست در عرض به خدمتتون کامنت ها بنویسین، در خدمتتون هستم. موفق باشید. فعلا خدا نگهدارتون.